سرکرده حاضر این تشکیلات تروریستی محیدین کبیری در سال 90 با دسترسی مالیوی خواجگان برای از خودکنی تعلیمات مذهب شیعه به جمهوری عربی یمن فرستاده می شود و تحصیل خود را در تعلیمگاه‌های اسلامی ادامه می‌دهد که تدریجاً راه او در مجرای حرکت نهضتی هموارتر گردد. البته در این کشور او زیر تأثیر ایدئولوژی رویه‌های تندگرایی دینی قرار گرفته، پورا پیرو مکتب تروریستی اکستریمیستی سیاسی و مذهبی برای ملت تاجیک بیگانه می‌گردد.